بسم الله الرحمن الرحیم. پروفسور برمچی هستم، متخصص لهجه بیرجندی. در یک قسمت اومدم کلیپ او ورژن بیرجندی رو برای شما ترجمه کنم. خیلی خب، میریم آهنگ رو پلی بکنیم ببینیم قسمت اول چی میگه. اول رمز رو بفرمایید. یه روز چقدر زیبا، چقدر زیبا. دقت بفرمایید. او تکرار دوباره مجددا آرای تلمیح به اینجا به کار میاد. میگه او چقدر زیبا. من فوران کرده اینجا هوش و فکرات من. ببینید اوی اول شاید بیمعنی بود، اوی دوم شاید بیمعنی، ولی او این یک بیرجندیه که داره تعارف میکنه. اول بار او آب میخوای؟ نه. او دو بار میگه آب میخوای؟ نه. بار سوم دیگه کوبه او اینجا داره میگه آب میخوام، آب بده به من. ادامه‌شو ببینیم. یه روز تنگ و غروب خدا بلو گلندار اوم کردم از شکرو. ببینید میگه یه روزی تنگ غروب، یه روزگاری موقع غروب بوده، یه روزی تنگ غروب خود ابلو گلندار او میکردیم از شکرو. یعنی چی؟ یک روز موقع غروب گلند همون معنی پیت مال نفتی، گلند مال آبه. ده 20 لیتری آب، 20 لیتری ها رو میرفتن از شکرو خودن دیگه آب میکردن. ببینیم ادامه رو. یکی از گلند و یه خرکل داشت او یا ما شیبه مشاد رو بخلو. ببینید دوستان من، میگه اینجا بعد از اون جمله دوباره میگه او معنای شدت تشنگی بسیار بالا، گلوشو گرفته تشنگی. میگه یکی از گلندا یه خرکلی داشت اویا ما شیبه میشد رو پخلو. یعنی چی؟ یکی از 20 لیتریامو کل گنده ای داشته باشه. الله خرکل به معنای کل گنده است. یکی از 20 لیتریا خرکلی داشته، اوهاشون از همون اوها میاد آباشون شیبه میشده رو پخلا. یعنی چی؟ میریخته رو خارا. پس چی شد؟ اویامون گلندمون سولاخ داشته، اویا شیبه میشده میریخته روی خارا. ادامه‌شو ببینیم. از زمین خورد ابلو او بغلو یک کت خاره برفت تو کپلو. وای برمیگردم عقب، دوباره گوش کنید. از زمین خورد ابلو او بغلو یک کت خاره برفت تو کپلو. از زمین خورد ابلو او بغلو. اول اون طرفا، اون کنارا، اون بغلا از زمین خورده زمین. یک کت خاره برفت تو کپلو. این درد داره اینقدر. وقتی ابل سر میخوره، اون بغلا میخوره زمین، یه خار گنده، کت خار یعنی خار گنده، حداقل اینقدر. یه کت خاری میره تو کپلش. کپل کجیست؟ لنبر معتاد. شما هر چی میگید، ما میگیم کپل. یه کت خاری میره تو کپلش. و اینجا ادامهشو ببینید. مجیدو شیرجه بزد خاره درار نگویم موی بکن از ابلو. مجیدو که با ابل با هم رفتن شکر و آب بیارن، شیرجه میزن چون میبینن ابل درد داره. اینجا درد داره. ابل خار رفته تو لنبر یعنی تو کپلش. میره مجید شیرجه میزنه خار بیاره، خار گنده بوده، میگیره خار رو میکشه، نگو اشتباهی مو میکنه. مجیدو شیرجه بزد خار درار، نگو که یا موی بکن از ابلو. اشتباهی نگی پرپش بده بنده خدا مو کنده ازش به جای مو. ادامه رو گوش کنید. الا گشته و جوش کن مرگ سلیمه و جوش کن. الا گشته و جوش کن. یک آرای نسبی یه آرای تو یه چیز هست دیگه آقا، ریتم آهنگیه. خب الا گشته و جوش کن مرگ سلیمه و جوش کن. حالا جوشکو چیه؟ آدم که از خود بی خود میشه، دیوانه بار و خو میزنه، از خود به در میشه رو میگن جوش کردن. که تو محرم معمولا ملت تو قتلگاه جوش میکنن. ما یه رفیق دارم همیشه تو محرم جوش میکنه، تو مزار دره شیخ هم مزار چیزن قتلگاه. الا گشته و جوش کن مرگ سلیمه و جوش کن. یعنی سلیمه یک شخصیتی هست، سلیمه ما میگیم ابلو، این سلیمه و جوش کن. ادامهش. سلیمه و عرقی جوش کن تو بیرمقی جوش کن.
سلیما و عرقی. این احتمالا قافیه تنگ اومده بوده، ولی سلیما و عرقی منظور اینه که سلیما و اهل عراق، سلیما و اهل عراق جوش کو. ادامهش سلیما و عرقی جوش کو تو بیرمقی. اینجا نگاه، رمق به چه معناست؟ بیحال. تو رمق نداری تو پسر جان، تو بیحالی. اینو میگن تو بیرمقی. ادامهش رو ببینید. از دمدم گو جوش کن، از نمنم او جوش کن، مرد دو زنه جوش کن. از دمدم گو جوش کن، از نمنم او جوش کن. سلیما و عراقی بمیره جوش کن، تو بیرمقی جوش کن. سلیما مال عراق هم ای جوش کن. این دمدم گو نه، دمدم گو این دمدم جوش کن. این از قافیه بده دیگه بیامده توش. دمدم گو جوش کن، از نمنم او. این معنی بده دیگه. آب نمنم دیگه، بارون. از نمنم آب جوش کن. ادامهش مرد دو زنه جوش کن، لنگک مزنه جوش کن. مرد دو زنه لنگک مزنه. این دیگه حتما فهمیدیم. مردی که 2 تا زن داره از شدت ناراحتی پرچه لنگک، همون لنگک و پرچه لنگک یا دست پا زدن فلان مویه فلان، این هم میشه پرچه لنگک یا لنگک زدن. از دست زنا جوش کن، ریشر میکنه جوش کن، الگشتر رکشتو جوش کن، الگشتر رکشتو جوش کن. از دست زنو جوش کن، ریشر میکنه جوش کن. از دست زنهایی که داره 2 تا زن داره، خودم به تفاهم نرسیدن، این زن برای خلاصه دیگه خوب راه نیومدن. این زنا میگه دست زنو جوش کن، ریشر میکنه. این دیگه میونه وقت میگه مو خوره آدم و میکنه وقتی ناراحت این ریشو خورد میکنه، اینقدر ناراحت. ادامهش الگشتر رکشتو جوش کن، الگشتر رکشتو جوش کن، الگشتر رکشتو جوش کن، جوش کن. بله این هم انتهای کار بود دیگه. الگشتر رکشتو داشت و امیدوارم که چیزی فهمیده باشید. ترجمه کاری که ما خود حقیقت چندانی نفهمیدیم چیزی که گفتیم، ولی بریم برای قسمت های بعدی که با ترجمه جدید براتون بیارم. خلاص